لطفاً توی مدرسه بچه‌ها درگیر نشید. خب ولی دلیل نمیشه که شما آدم ضعیفی باشی کتک بخوری. به هیچ عنوان درگیر نشو. اگه درگیری شدی ببین با مشت نزن. هم این آسیب می‌بینه هم خودت میمونی دردسر. درگیری خوب نیست ولی تو هم کتک بخوری اینم خوب نیست. حالا با کجا بزنی؟ چجوری بزنی که نه این زیاد آسیب ببینه و کار خودتون هم راه بیفته. با قسمت کفگرگی، قسمت زیر لاله گوش، این قسمت فک رو بزنی، هر جا بزنی طرف گیج میشه دیگه ادامه نمیده. خب محکم هم بزنی زمین میفته. من یه کوچولو امتحان میکنم نه سیلی نه مشت. قسمت کفگرگی بس ببین این قسمت ضربه بزنی کارش تمومه. در همین حد ببین بعد ضربه هم که میزنی 45 درجه از پایین به بالا. ببین چجوری بود؟ خوب بود. ببین سرش گیج میره و مطمئنم ادامه نمیده. لطفاً درگیر نشین با کسی. اگه تو هم از اون آدمایی بودی که زمان مدرسه درگیر میشدی برام کامنت بکن یا